بازار زمانی زمینگیریت میکنه که معتادش بشی، به اعتیاد پیدا بکنی. دو تا نکته رو مد نظر داشته باش. ابتدایی رو گفتم در پلن، گفتم تایم معامله مشخص بکن. این تایم معامله‌تون رو نذارین بیشتر از 4 الی 5 ساعت بشه. حد اکثر تایمی که یک تریدر میتونه پشت سیستم بشینه 4 الی 5 ساعت. 4 الی 5 حد اکثر. بیشتر از این یعنی حساب رو یک درای خیلی بالایی خواهد بود. نکته دوم، دنبال نمودار نیفت، دنبال قیمت نیفت. 95% تریدرها دنبال قیمتن. میره توی 1 دقیقه، تو 5 دقیقه 2 تا کلوز بذار پیدا بکنم، یه رزिस्टنس بندازم این ور اون ور، 4 تا خط اینجا اونجا، یه معامله با گلات باز بکنم، این 10 پیپ بیاد من اینقدر سود میکنم. نمیشه برادر من، نمیشه. دنبال نمودار بیفتی $1 از بازار سود نمیکنی.